روز بخیر بینندگان عزیز آزادی، خوشحالم که با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان باز هم در خدمت شما هستیم. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر همراهتان. امروز 20 اپریل است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: تاجیکستان از چین واکسینه رایگان میگیرد. انقلاب در فوتبال: چرا 12 دسته پرقوت اروپا میخواهند سوپرلیگ تشکیل کنند؟ و یکی از گمانبران در قضیه عزیزبک رجبوف به 6 سال زندان محکوم شد. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند کشور از چین 150,000 وایه واکسینه کروناوک میگیرد. نوروز جعفرов سردار ریاست سانیتری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی به خبرگزاری روسی سپوتنیک گفته است این واکسینه ها برای تاجیکستان رایگان خواهند بود. به گفته جعفرov توافق برای انتقال واکسینه ها الکی حاصل شده است. این تعداد واکسینه زمان انتقال خواهد یافت که جانب چین تعداد مورد نظر را آماده میکند و هم حکومت تاجیکستان نقلیات هوایی را فراهم خواهد ساخت، گفته است نوروز جعفرov. پیشنهاد انتقال واکسینه چینی پیشتر در جریان صحبت امام علی رحمان با همتای چینیش سی جین پین صدا داد. در آن صحبت رئیس جمهوری چین گفت پکین آماده است که به تاجیکستان واکسینه ضد کووید 19 بدهد. تاجیکستان تا امروز 192,000 وایه واکسینه استرازنیکا گرفته است و با آن تا این دم 35,000 نفر را ضد کرونا ویروس ام کردند. این واکسینه ها در دایره برنامه سازمان جهانی تندرستی کوواکس و رایگان به تاجیکستان داده شدند. پیشتر مسئولین وزارت تندرستی گفته بودند برای وارد کردن واکسینه روسی سپوتنیک وی و واکسینه سینوواک از چین گفتگو دارند. تاجیکستان در حال میخواد از چین واکسینه بگیرد که تا حال سازمان جهانی تندرستی به خطری واکسینه چینی را تصدیق نکرده است. انقلاب در فوتبال یا تبدلات در فوتبال جهانی: رسانه‌های خبری جهان تصمیم تأسیس سوپرلیگ در اروپا را چنین بها دادند. روز 19 اپریل 12 دسته پرقوت‌ترین فوتبال در قاره اروپا اعلان کردند که جدا از لیگ قهرمان‌ها یک لیگ دیگر را با نام سوپرلیگ تأسیس می‌دهند. سوپرلیگ از جانب 12 دسته منچستر یونایتد، منچستر سیتی، تاتنهام، لیورپول، چلسی، آرسنال، بارسلونا، اتلتیکو، رئال، میلان، اینتر و یوونتوس تشکیل شده است. برای شرکت در لیگ نو تیم‌های باواریا، بروسیا و PSG نیز دعوت شدند ولی رهبریت این باشگاه‌ها شرکت در سوپرلیگ را رد کردند. تصمیم تأسیس یک مسابقات دیگر در برابر لیگ قهرمان‌های اروپا با واکنش تند فیفا و یوئفا روبرو شد. اتحادیه فوتبال اروپا یا یوئفا تهدید کرد که تشکیل کنندگان سوپرلیگ را از همه مسابقات‌ها محروم می‌کند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا هم هشدار داد که فوتبال بازان را که در لیگ نو شرکت می‌کنند از شرکت در قهرمانی جام جهانی فوتبال محروم خواهد کرد. برخی سیاستمداران اروپایی نیز مقابل تأسیس سوپرلیگ برآمد کردند. از جمله امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت خوشحال است که تیم‌های فوتبال کشورش شرکت در سوپرلیگ را قبول نکردند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم گفت مسئله را با رهبریت بخش فوتبال در کشورش بررسی می‌کند. فوتبال یکی از بازی‌های دوست داشتنی در جهان است. به خصوص 12 دسته را که حالا در فکر تأسیس لیگ نو شدن در تمام جهان از جمله تاجیکستان مخلصی زیاد میکنند. حالا معلوم نیست که مثلا تیم‌های رئال و بارسلونا تا کجا در مقابل فشار فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا تاب می‌آورند. مقامات دادگاه یک نورس 16 ساله را در پیوند به قتل عزیزبک رجبوف ساکن دهه یاوان ناحیه عینی به 6 سال زندان نظامش عمومی محکوم کردند. قبلا دادستان برای مقصود نیازوف 7 سال محبس طلب کرده بود. نزدیکان جوان افتیده از آغاز قضیه به رفت تفتیشات راضی نبودند. ادامه موضوع در گزارش فرزان محمدی از ولایت سوغد. مقامات دادگاهی در پیوند به کشتار عزیزبک رجبوف یک نابالغ دهه یاوان ناحیه عینی را به 6 سال زندان محکوم کرده است. خورشید رجبوف برادر عزیزبک رجبوف میگوید مقصود نیازوف 16 ساله را دادگاه ناحیه کوهستان مسجد با جرم اوباشی در روز کشتار عزیزبک رجبوف ساکن دهه ریودی ناحیه عینی گناهکار دانست و روز 16 اپریل به محبس نظامش عمومی به مدت 6 سال روانه زندان کرد. یک منبع باوربخش در دادگاه کوهستان مسجد نیز این خبر را تایید کرد و گفت
حالا جانب‌ها فرصت دارند از بالای حکم شکایت برند. قبلا دادستانی 7 سال زندان را طلب کرده بود. ولی نزدیکان نابالغ محکوم شده میگویند از تحقیق مفتشان و حکم دادگاه ناراضی هستند. کرام نیازوف بابای مقصود نیازوف میگوید حالا با وکیل مدافع سندها را ترتیب داده ایستاده‌ایم و نیت داریم به زودی به زینه بالایی دادگاه شکایت کاساسیونی بریم. در همین حال نزدیکان عزیزبک رجبوف جوان کشته شده نیز میگویند باید پرونده مقصود نیازوف را از روی ماده آدمکشی بررسی میکردند و این 6 سال زندان کم است. اما به قول حقوقشناسان در قانونگذاری برای جنایت نابالغان جزای سبکتر و مهلت تا 7 سال زندان را طلب کردند. در رابطه با مرگ عزیزبک رجبوف ساکن 18 ساله ناحیه عینی ولایت سوخت که در یک زنازنی در روز عید قربان مجروح شده در بیمارستان جان داد، 4 جوان متهم شدند. با اطلاع دریافتی 3 نفری آنها در بازداشتند و روزهای نزدیک از جانب دادگاه ناحیه عینی حکمشان صادر خواهد شد. یک منبع در دادستانی ناحیه عینی گفت حبیب الله برهانوف و تمکین رحمانوف با ماده اوباشی و نسبت به سرباز رحمانوف برای قصداً رسانیدن ضرر وزین به سلامتی پرونده بررسی گردیده ایستاده است. از روی این اتهام به آنها از 5 تا 15 سال زندان تهدید میکند. قبلا نوربیبی سمی و مادر عزیزبک رجبوف جوان فوتیده در ناحیه عینی از وزیر کارهای داخلی طلب داشت که به قضیه مرگ فرزندش رسیدگی قانونی شود. سمیوه در حادثه به سر فرزندش آمده حبیب الله برهانوف یک ساکن دهه یاوان ناحیه عینی را گناهکار اساسی می‌داند، اما نزدیکان برهانوف این ادعا را رد کردند. مناقشه میان جوانان دو دهه در ناحیه عینی که با مرگ یک نفر انجامید روز 31 ایول رخ داده است. با گذشت 10 ماه هنوز مقامات سبب اصلی زنازه جوانان را نگفتند. تنها مادر عزیزبک رجبوف و پیوندان دیگرش در صحبت پیشینه خود با رادیو آزادی اشاره کردند که این حاصل خصومت بین دهه‌های رود و یاوان ناحیه عینی است. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن از قرار آمریکا در زمینه خروج نیروها از افغانستان حمایت کرد و گفت که تهدید تروریسم همه جا پهن شده است و واشنگتن حالا باید نیرو و ذخیره خود را به مسائل مهم دیگر مثل پاندمی کووید 19 و تغییرات اقلیم روانه کند. بلینکن که 18 اپریل با تلویزیون ABC نیوز صحبت میکرد گفت تهدید تروریسم به دیگر مکانها پهن شده است و ما مسائل دیگری مهم داریم، از جمله از روابط با چین، مقابله با تغییرات اقلیم سر کرده تا کووید 19. پرزیدنت جو بایدن روز 14 اپریل اعلان کرد که ایالات متحده همه نیروهای باقی مانده اش را پیش از 11 سپتامبر از افغانستان بیرون میکشد. خروج نیروها با این وجود صورت میگیرد که مذاکرات صلح افغانستان که میان حکومت و طالبان جریان دارد با مشکل پیش می رود. در همین حال با گفته مشاور امنیتی ملی ایالات متحده جیک سالیوان، امریکا سر مسائل تهدید تروریسم از افغانستان تمرکز خواهد کرد. عین زمان او تاکید کرد که بعد رفتن نیروهای خارجی از افغانستان کسی ضمانت دادن نمیتواند که در داخل چی خواهد شد. او گفت تمام کاری که ایالات متحده برای نیروهای امنیتی افغانستان، حکومت و مردمش کرده میتواند این تامین ذخیره و امکانیت ها، تمرین، مجهز کنی نیروها و یاری به حکومت می باشد. سالیوان روز 18 اپریل در صحبت با فاکس نیوز گفت فرصت آن رسیده است که نیروهای آمریکایی به خانه برگردند و مردم افغانستان کشور خود را خودشان دفاع کنند. دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ در یک گزارش گفت که معامله حکومت کمونیستی چین نسبت به اویغورها و مردم دیگر مسلمان در ولایت شینجان جنایت علیه بشریت است. گزارش روز 19 اپریل نشر شد. در آن آمده است در میان قانون شکنی های دیگر رهبریت چین برای راه اندازی حبس دستجمعی، شکنجه و تعقیب فرهنگی مسئولیت دارند. سازمان هومن رایتس واچ از جامعه جهانی خواسته است شخصان مسئول را در تطبیق این سیاست تحریم کرده به جوابگری کشند و فشار آورند تا حکومت چین سیاستش را تغییر دهد. بانک ملی تاجیکستان قالب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 20 اپریل چنین تعیین کرده است.
بینندگان عزیز، برنامه نوید بامداده بود که با آخرین اخبار تاجیکستان و جهان پیشکشی شما شد. ما همیشه در تلاش آن هستیم که مهمترین خبرهای روز را به شما برسانیم. تا صبح دیگر خدا نگهدار شما باشد.